یو گاز بچه من اکسان اصلا خیلی خوش اومدید. یه ویدیو جدیده از چی؟ آموزشیه برای GTA V، برای فعال کردن کدای مخفی GTA V دیگه. آره اومدیم مثل چی؟ مثل جان بینایت، ضد گلوله، تیرای بینایت و پرش بلند و تغییر دادن شخصیت همون. پس اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه. پس برین سراغ بازی. Let's go. خب بچه برین سراغ ویدیو. ما هر کاری که انجام دادم اینجا انجام میده. برای کامپیوتر دکمه امو باید زد. اینجا امو بزنی این گزینه میاد برای آخرین گزینه رو میزنی، مود زده. اوکی هم میزنی میره سراغ داخل. اول تغییر شخصیت ها رو انجام میده. الان اینجا میبینید اومده تو کابین. گزینه اولی رو میزنی. اینجا انواع اقسام شخصیت، هر چی تو شهر شخصیت هست اینجا میتونه انتخاب کنه. همونطور که ملاحظه کنید میبینید من الان میخوام یه نفر پیدا کنم لاغر باشه، سریع بده. آره مثل این سفیده، مثلا اینا یا خوبه. میبینید همینطور شخصیت رو خیلی راحت انتخاب کردم. میبینید اینجا بدون هیچ مودی که بزنم کد نویسیم مثلا چیز کنم، میبینید جامپ میزنم بلند نمیپره، ارتفاع نمیگیره. تیرا وقتی که شخصیت انتخاب میکنیم بینایت هست خودش. میریم برای فعال کردن کدای مثلا ضد گلوله یا جان بینایت یا پرش بلند. و مثل دفعه قبل اینجا بذار برم گوشه، دکمه امو میزنید روی کیبورد، ام فقط. گزینه اولی رو میزنید سیتینگ، بعد میرید داخل. اینجا آف و آن داره، اولی رو آن میکنی. هر کاری که اینجا انجام داره شما انجام میده. آن میزنی. دومی رو، این برای تیر آتشیه، اینم برای تیر شلیکیه. این برای جامپ روشن میکنی، این مال ماشینه، ضد گلوله مثلا اینا. هر کار انجام داره انجام میده. برای سیف کردن اینم باید دکمه بزرگی کیبورد میزنه سیف شدن ها. میریم میبینیم جامپ هم عمل میکنه یا نه. میبینید بله، ببینید چه جامپی میزنه اینطوری. دیگه نمیخوای بود دوی پیاده، هر جا دلت میخواد دیگه میتونه بری. میبینید راحت. الان میخوام تیرای آتشیش رو ببینم کار میکنه یا نه. میری سلا انتخاب کنم. بله میبینید انتخاب کردم. خودتون تیرتون قوی تر میشه پیش پلیسا، دیگه لازم نیست از دست پلیسا فرار کنی. بذار برم سمت پلیسا. خیلی بلنده اصلا، میبینی اصلا از ارتفاع میپره، خونم هم کم نمیشه حتی برخورد. الان میرم بذار برم اینجا گوشه. الان پلیس ها میاد. این تیر آتشی رو میخوام غیر فعال کنم. بذار برم این بالا. من تیر معمولی رو بیشتر دوست دارم. میرم پس میره تو سیتینگ، اولی رو آف میکنی. آره این مال تیر آتشی، پایین مال چیزه، تیر موشکیه. الان میریم میبینی چی آتشی غیر فعال کرده. اصلا اینو مود لازم به مود نیست. الان من نسخه اورجینال نیست، از سی دی جیتا رو نصب کردم، سی دی خریدم، نرفتم از استیم بخرم. اونا هم همینطوره، امو بزنی خودش میاد بالا. بعد اینجا میبینی پلیس ها بیاد ببین تیرامون، بعد میبینی بینایت هر چقدر میاد پلیس ها به اون شلیک میکنه هیچیمون نمیشه. دیدی؟ راحت دیگه هر چقدر دوست داری پلیس رو بزنی، هر چقدر دوست داری پلیس بزنی دیگه لازم نیست. یه حالت جاذبه هم داره وقتی میزنه، ببین خونم کم نمیشه. یا آدم پلیس داره شلیک میکنه خونم کم نمیشه دیگه. این ترمیناتور شده ما. خیلی باحاله دیگه، هر چقدر دوست داری بزن. حتی ایده انقدر تعقیب میکنن اینا. بذار برم باید هلیکوپتر رو بزنم. میبین دید
دیدرست نیست، باید برم بالاتر. نشد بذار یه باری اوه های محشر این همه خطره. اینجا برم بالا. آها الان اینجا ببین تیرو بینایته. اوه ببین اصلا هیچ عددی نیست برای خشاب عوض کردن این بالا. مثلا این سلامی اصلا هیچ چی نیست اینجا نشون میده چقدر تیر دارم، چقدر خشاب دارم. بی نهایت هر چقدر دلت میخواد شلیک کن. تیرا رو نگاه کن دارد زیر صدا میده بیرون. خونم هم کم نمیشه. خب کیف کن آرپیجی رو. اوه یکی رو بگیر. خیلی راحت میزنم. بچه دمتون گرم که تا آخر انتهای ویدیو بودید. حتما اگر از این ویدیو خوشتون اومده لایک و سابسکرایب فراموش نشه. عشق این بچه ها تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار. خداحافظ.